در کافدرهای مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند به نام یوسف اسحاقی محفل دانشجویان این بارگاه تعلیمی دایر گردید. باید گفت که محفل علمی دانشجویان اتحادی می باشد که با تشبث دانشجویان و هیئت آموزگاران تشکیل و راه اندازی شده است. گفته شد که محفل ها در نزد کافدرها تشکیل کرده شده بیرون از مشغولیت های تعلیمی در دوام سال تحصیل عمل می کنند. ابراز گردید که 3 سال این جانب با تشبث سرور مؤسسه تشکیل و گذراندن آزمون محفل بهترین راه اندازی گردیده. همچنین فعالیت محفل ها و کارنامه راهبران محفل ها در این سمت ثمره خوب داده ایستاده است. باید گفت که مقصد از گذراندن آزمون محفل علمی دانشجویان این پیش از همه در عمل تطبیق نمودن پیام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اوید به زبان آموزی بین دانشجویان، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت، از خود نمودن دانش و وسع نمودن جهان بینی، ترغیب دانش های نظریوی و عملی، انکشاف و شوق و ذوق دانشجویان و تقویت دانش آنها با فعالیت علمی می باشد. آزمون علمی محفل بهترین طبق نظامنامه سال چند است که در این مؤسسه تعلیمی کالج طبی شهر خوجند به نام یوسف بشیرخانویچ اسحاقی برگزار می گردد. هدف از برگزاری چنین آزمون در آن است که بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم بین دانشجویان و انتخاب نمودن دانشجویان بهترین برای در آینده اشتراک نمودن در آزمون‌های جمهوری می باشد که همه اعضایان محفل ها در این آزمون فعالانه اشتراک می نمایند. آزمون محفل بهترین در حضور دیرکتور مؤسسه از روی 5 شرط: سوالنامه، سوال و جواب، نمایش ملکه، مهارت، تجربه، آزمایش، اصولهای فعال تعلیم، پرزنتاسیا از روی تخصص، نمایش کارهای ایجادی و کارهای مستقلانه دانشجو بهاگذاری و گذرانده شد. همچنین گفته شد که از طرف سرور دولت با استفاده داده شدن بینای الوه‌ای مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی برای کل محصلین این بارگاه باعث افتخار و قناعتمندی است. با اطمینان میتوان گفت که امروزها دانشجویان از همه شرایط‌های خوبی برایشان فراهم گردیده استفاده برده بهر باز هم عمیق‌تر آموختن دانش‌های ضروری سعی و تلاش ورزیده در آینده متخصص بلند اختصاص می‌گردند و با راه‌اندازی کردن چنین محفل‌ها دانش‌های نظریوی از خودکرده خویش را عملاً نمایش خواهند داد.